الشیطان الرجیم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین فاجعلنا للمتقین اماما. الله سبحانه و تعالی برای ما شما تعلیم می‌دهد که ربنا هب لنا، پروردگارا برای ما حب کن از این زنهای صالح، یعنی حب کن برای ما فرزندهای صالح که صالحی آنها در دلهای ما خرسندی و در چشمهای ما روشنی پیدا میکند و ما را بگردان از یعنی عالمان پرهیزکار و متقی. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه البته زنهای صالح، این زنی صالح هم یعنی از طرف الله میشد است. عزیزان من، گفتی شاعر میگد هر کی را خدا لطفی کند حضرت حق آنش دهد، یک زنی مستورهی کاکل پریشانش دهد، محرمی تن محرمی دل محرمی جانش دهد، دختری خواجه و بنت ایشانش دهد. اگر الله سبحانه و تعالی لطف و مرحمت کند انشاءالله برای ما و شما یکی انشاءالله زنهای صالحه، زنهای با حجاب، زنهای با تقوا، زنهایی که خدا ترسند، از الله سبحانه و تعالی میترسند، برای ما شما البته الله حبه میکند، الله انشاءالله میدهد. برای همین ما شما در انتخاب کردن انشاءالله یعنی زن خطا نکنیم. بعضی موردها ما شاهد هستیم که پدرها هم مادرها هم آرزوشون چی است؟ یعنی یک دختری خوب خانه‌شون انشاءالله عروس کردن است، لیکن اکثری جوانای ما شما امروز محبت لباف فلان پیستان گفتن، البته خدا خواهد تن نمیگیرن، امروز حرکت میکنن انشاءالله گفتی خدا میشود، نیکی گفتی پدر و مادرم انشاءالله کردن، بابایها عمل کردن. عزیزانی من خطا نیست، هیچگاه پدر مادر انشاءالله برای شما زنی یعنی نادرست یعنی زنی بی شرم بی حیا را روا نمیبیند، لیکن عزیزانی من ما و شما هم انشاءالله در انتخاب کردن زن خطا نکنیم. باید که انشاءالله خدا خواهد دخترای خوب، دخترای انشاءالله با حجاب خدا ترس با تقوا، عزیزانی من، یا که یک کمبغل دخترها را انشاءالله خدا خواهد یعنی خانه‌دار شیم و زندگی انشاءالله خوب حیات بسر بریم. صدها افسوس امروز انشاءالله خدا خواهد از سبب انشاءالله نپرسیدن، پیش مثال برای یک دختر عروس یعنی خانه آوردن چند کس نصیحت میپرسیدند و از موی سفیدای قشلاق، از همسایه هاش، از دیگرش میپرسیدند. حاضر این رسم و رسول این چیزا گم شد، فقط اختیار ما بچه و اختیار دختر ندادیم، بعد آخر پشیمان نشیم، آخر افسوس میخوریم، لیکن سود نمیکند عزیزانی من. برای همین البته انشاءالله در انتخاب کردن همسر باید ما و شما انشاءالله خطا نکنیم. همسرهای صالح و صالحه انشاءالله خدا خواهد یعنی در قید انشاءالله نکاح بیاریم. یک انشاءالله مادر چند نصیحت برای انشاءالله دخترش کرده است، باید که ما و شما هم انشاءالله گوش کنیم و انشاءالله بین فرزندام و دخترام انشاءالله این نصیحت کنیم. یک مادری مهربان برای دخترش نصیحت کرده، چون این سخنها گفته است: دخترم انشاءالله خدا خواهد ما را به یک چی امید کلان کردیم، به یک امید را به وایه رسونیم، به سینی یعنی 18 رساندیم ما را. امروز ما را انشاءالله به یک خاندان میگسل میکنیم که او خاندان تماما حیاتش محیطش شرایطش دیگر است. دخترم وقتی که با او خاندان انشاءالله میروی، در مابین انشاءالله خدا خواهد یک ماه تو در امتحان میشوی، به هر گونه سنجش ها خودت میسنجن انشاءالله خدا خواهد. حتی خانه ما برای تو مهمان خانه مشاهده کن. من اکثری ما و شما انشاءالله زن داریم، زن هم را چکار میکنیم؟ ساعت مقرری انشاءالله خدا خواهد توصیهش میکنیم که همین 1 ساعت یا 1.5 ساعت 2 ساعت با خاندان میگردی. یعنی خانه ما گفت برای تو دخترم این مهمان خانه است،
همون خانه شوهرت خانه حقیقی تو اسا کن، همون خاندانم مستحکم انشاءالله خدا خواهد بقب. و آنچه که رفتار و گفتاره که در آیلمون میکنی در همون خاندان این رفتار و گفتاره بکن. اولا انشاءالله خدا خواهد در همون خاندان یعنی چی را؟ یعنی اول شوهرت انشاءالله خدا خواهد حرمت کن، شوهرت عزت کن، شوهرت اینشو گفتش بجا بیار. چون که عزیزانی من راضی خدا رضا الله فی رضای زوج و غضب الله فی غضب الزوج میگه پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم. چون که راضی خدا در راضی چی است؟ شوهر است و غضب خدا انشاءالله در غضب چی است؟ یعنی شوهر است. دختری جان گفت اول گفت یعنی شوهرت حرمت که عزت کن عزیزانی من. دویم گفت خسر و خوشتامن تا گفت یعنی حرمت کن عزیزانی من. البته خسر و خوشتامن هم این انشاءالله خدا خواهد مادر است یعنی پدر است عزیزانی من. یعنی ما اکثر جوانا امروز مشاهده میکنیم زنی خدا خواهد زن شه پدر مادر شه خدا خواهد پدر مادر حساب نمیکند. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم اگر تحقیق امت میشامگویی ابوبکر خسری کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، لکن حرمتش میکرد. پیغمبر علیه السلام عزتش میکرد. رسول الله گفت بهترین انسان در دنیا گفت این ابوبکر است. بین ابوبکر حرمت و عزتش بجا می آورد. ما چی امروز؟ ما جوانای امروز بد اخلاق شدیم، ما از اسلام دور شدیم، از قرآن و از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم دور شده. امروز ما و شما چی معامله ها نسبت خسر و خوشتامن امروز داریم عزیزانی من. ما هر یک تا آرزو میکنیم که زنم انشاءالله یکم خدمتی من نکنه، پدر و مادر ما حرمت کنه، یعنی آرزو داریم. لیکن چون شما آرزو نمیکنه که همسر من انشاءالله خدا خواهد پدر شه، همسر من مادر شه انشاءالله خدا خواهد مادری من است، انتخاب نمیکنین. دخترم گفت خواهی که تو اگر بخناک شوی در همون خانه نسبت خواهر و نسبت عمه و نسبت خاله وی گفت حرمت بجا بیار. گفت حرمت چکن گفت یارم، عزت چکن گفت خواهی که انشاءالله خدا خواهد در او خاندان خوشبخت شوی. که دیگرش مبادا یگان کارت فرمند یگان فیرادت کنن لبیک گو، لبیک گو مادر جان، لبیک گو پدر جان، لبیک گو شوهر جان گو میگد. بینن عزیزانی من این لبیک هم ما هممون کنیم انشاءالله خدا خواهد، هممون عزیزانی من. شما را مبادا اگر پدرت یعنی فیرادت کنن لبیک گو، ها نگو، هو نگو، داد نگو، بلکه لبیک گو. معنای لبیک میدانی چی است؟ من به خدمت تو تیار هستم ای پدر، ای مادر، ای دادر، ای خواهر. بین من امروز آدم ها حج میروند، میدانین در حج یگانه کلمه مبارکه که ذکر کرده می شود این لبیک است. وقتی که احرام میپوشند، احرام که میبندند، 2 رکعت نماز میخونند لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. وقتی که همین تکبیر، همین تسبیح که خدا خواهد بلند میشود بعد وی حاجی حساب میشود. بین پیش الله نما لبیک میگیم، پیش پدر مادرتم جوانی عزیز لبیک گو مبادا فریادت کنه. پیغمبری بزرگ گفتن که اعظم الناس حقا علی المرئی، بهترین حق گفتم بالای مردها این چی از حق پدر و مادر است عزیزان من. پدر و مادرت انشاءالله حرمت کو، عزت کن عزیز من. تو حرمتش نکنی، عزتش نکنی، هیچ کس عزتش نمیکنه، هیچ کس نه در کار نیست. برای همین خدا خواهد بهترین حقی بالات است انشاءالله حرمت کو، عزت که انشاءالله خدا خواهد. پدرت در تاری سرت برداشته گرد،
پدرت انشالله دعاشو بگی انشالله نجاتی دو دنیا میشوی. اعظم گفتن حقی علی المرأه، بزرگترین حق گفتن بالای زن این حق شوهرش است. عزیزان من، اگر زنها خواهند که انشالله الله سبحانه و تعالی داخل جنتیشو کند، اینا باید شوهرهاش حرمت کنند. اگر شما مردها خواهید که فقط در محکمه سود الهی بیان سربلند باشید، تمام عملهایی که میکنی خدا قبولش کند با واسطه پدر و مادرت است. اگر ناراضی باشد خانت سوخت، آخرت سوخت. یاد نبرار، اگر زنها هم 1000 طاعت عبادت کنن و اگر شوهراشون ناراضی باشه، اینا هم آخرتش سوختگی است. عزیزی من، بین خدای تعالی مقید کردگی از خدا خواهد انشاءالله. گفت وقتی که به یگان کار میفرماند لبیک گوی، مادر جان گو، پدر جان گو، من در خدمت تیار هستم. مبادا گفت اگر یگان خطا کنی، گفت دخترم مبادا خطا کنی، گفت یعنی عذر، گفت عذر پرس. گفت این سرخمی میگن که در عرفیتم سری خم شمشیر نمیبرد. ببین گفت که مبادا خطا کنی عذر گو. گفت میبخشی، گفت خاله جان میبخشی، مادر جان میبخشی، شوهر جان این چیز میگفت دیگر تکرار نمیشود. مبادا یگان چه شکستمونی، گفت پشیمان نشو، گفت وای دیگر گفت بود نمیشود. او چیزی که شکستگی گفت وای بوتون نمیشود، هوای دم عذر کو. گفت خاله جان گفت ناخواه دستم غلطی شکست. درا گفت مماداناگی نکن، درا زبان درازی نکن. ولی اکثر دخترها همی خیلی هستن چشیده که یک شکستی حتی پیوله دیا میگه با درم با جای عذر خاله میبخشه، نه برات غضبی و یا را بلند میکنه، با جای بنزین میشه پیش الله خدا خد بنزین شپیده چیکار میکند، غضبی و یا بالا میکند. خلاص عزیزان من، بینید یا نمی دخترم گفت این کار نکه، گفت انشاءالله خدا خد مبادا شوهرت انشاءالله از کوچه بیایه، گفت دویده پیشش براو با یک چهره شاده قبولش کن. بینید صحابه را زنهاش بینید، پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم همسراشو با یک چهره شاده قبولش میکردن. امام حنبلی صاحب مذهب هستن. بینید وقتی که میگد از کوچه می اومدن، همسرش دویده پیشو میبرمدین، میدیدین که چهرش اگر خندانه یا چهرش غمناکه. مبادا چهرش خندا باشه، بارک الله، الله زیاده کند این چیزه نیم. خدا وقتی که میفتست که غمت از برای چی است، میفتست که از برای آخرت است، زادک الله، خدا زیادش کنه غمت. از برای دنیا باشه کفایه کنه، خدا میگفت غم نکن. گفت مردک جان این دنیا همین خیلی است، این زندگی پستی داره بلندی داره. گاها آش میخری، گاها گوش میخری، گاها شله میخری، گاها عزیزانی من نونی قاق میخری. حیات میخیل است، همش نه صبر میکنی، همش نه انشاءالله خدا خد طاقت میکنی، حیات بعد گل میگردد. عزیزانی من بینید امروز خدا خد انشاءالله کنی زنهای خیلی نصیحت میکنه یا کنی امروز کجا شدی نصیحت میکنگی باباها، کجا شدی نصیحت میکنگی ماماها، کجا شدی نصیحت میکنگی مردکا و زنکا. امروز نیست نصیحت. نصیحت از سبب گم شدن امروز تمام عروسا خطا دارن، تمام عروسا گبگردون، تمام عروسا خدا خود کار نمیدونستگی، بد اخلاق، بد رفتار، بد گفتار تیز و تون سری خود چه میکرد. تیزتون انشاءالله خدا خود جدا شده است. باعثش همین است عزیز من، دختر تا پیش از خدا خود شوهر دادن همین نصیحت ها بکنش، بگو گوش بای خانه بیگانه است، عموما تمام جای دیگر است. رفتار و گفتار و معاملت خوب که گو، برای چی نمیگویش؟ ما میپرسیم در وقت نکاح، باور که نمیدوندی چیه. بای 18 را دومده تیار شد، باید که بیاوای باشد. دختر باید که بیاوای همه کار دست می اومدگی. عزیزانی من، گجای یک دختر جدا شد، بین
میگه دزمال کرده نمیتوند. این ای بسه نخواد دختر تا 18 سال یک بار گزماکنه یادش نتی، نخواد دختن یادش نتی، نخواد شوفتن یادش نتی. این ای بای این کمبودی همون مادره که نسبت دخترش دوست نیست، نسبت دخترش دشمن است که این کسب و کار یادش نمیتیه، نمی آموزونش، نمی فهمونش که این کارها را دخترم کردن در کار. بینید وقتی که گفت دخترم مبادا شوهرت یگان لباست میخره، یگان ناز و نعمت میاره، شکرانه کن، رحمت گو، در او گب نگردون چکلی متریالی من در این متریال نمیفاره، من در باید دیگرش خریدن در کار بود. میگه زبان درازی نکن، شکر کن. همون سماست دیده می الحمدلله گیر نفارتم گرفته یک جاک نمونش. رحمت گو مردک جان گو مناسبم دیده همه لباسم، من از زمین تا آسمون از سمینه دارم گفت تو میبری. امروز این چیزا کجا شد؟ این چیزا این نصیحت ها امروز نیست. بینید گفت تو گپ گردان نشو، گفت حتی گفت در همون خاندان گفت گروزیتت میکنن یک گناه، همین یک گناه در سرت بار میکنن، همین دم دختر جان صبر کن میبری، صبر کن. گفت حقیقت انشاءالله خدا قد میبراید. خدا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آید گفت ناحق باطل میشود انشاءالله خدا قد. گفت دخترم صبر که انشاءالله خدا قد ساعت های میشود که انشاءالله چکار میکنی؟ گفت غلبه میکنی میبری. گفت دخترم شاشمش نکه، گفت بی سلام جون نشو. اینا شده است بعضی عروسا را به هر گونه تهمت ها عزیزانی من تهمت شو دارند، و هر گونه انشاءالله چیزا را در سراشو بار دارن. انشاءالله صبر کنن، طاقت کنن، انشاءالله خدا خود میبرد. میگن که صبر لیکن تلخ است، لیکن صبرتش کی است؟ انشاءالله خدا خواهد یعنی طلا است. خدا قرآن میگه استعیذ بالله ان الله مع الصابرین، خدا با همراه صبر کنندگان است. دخترم گفت همیشه خدمت یلچکی شوهر تبکه، گفت شب و روز چه امری که میکند گفت بجا بیار انشاءالله خدا خواهد. چون که بزرگترین حق که هوای باشد باید ما خدمت کنیم. پیغمبری بزرگوار میگن کدام زنی که میگد شوهرش حرمت کند، عزت کند، حتی در آسمان پرنده ها، بینید در بحر ماهی ها، حتی در آسمان فرشته ها، حتی شمس و قمر، آفتابم، ماهتابم، همون ذره طلب استغفارش میپرسیده است. بینید اگر زن خدمت شوهرش به جا بیارد، همین ها طلب استغفاری همون زن میکرد که خداوندا همین زنی با تقوا با دیانت خوبه، مغفرت که از الله دعا میکردم. بین برای انشاءالله شما دخترها را تربیه کنین که دخترها را فهمونین انشاءالله خدا خواهد. دخترم گفت همیشه خانه تازه آزاده نگه دار. بینید امروز وظیفه زنها چی است عزیزانی من؟ شوفتن روفتن است. امروز باور میکنید من کوچه ها را میبینم، کوچه ها میگذرم، در هر یک خاندان نباشه 5-6 زنک است، یگان تا جرأت نمیکنه که تای درش بروید. حاضر در کا باشه بیرون براده من جوارات رو نشون تو بتیم. دینی ما و شما حیات نبرار، دینی ما و شما پاکی. بنی الاسلام علی نظافه، اسلام در بالای یک پاکی بیناشتگی است. ان الله نظیف و یحب النظافه، خدا خودش پاکی را دوست می‌داره. ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا خودش خوشرویی دوست می‌داره. کجا شدی که خدا خط دعوا میکنی؟ میگه گرمانیا بین، دولت های اروپا ترقی کرده، یک بچه میگه گرمانیا رفتم، در کوچش میگه شیر ریزی میبرداریش. ما مسلمان ها چی بلازت که تماما چرکین شدیم، تماما بد اخلاق شدیم. ما چی شدیم؟ ارجیت پاکیش الله سبحانه و تعالی نظرش داره.
خیلی که زنت که فلج باشه نکنه خودت مردی که برای چی کوچه رفتنه خدا ناموس بگه تو زنک بشه بی راست شو زنت نکر خودت بکن انشاءالله. حالی که زن بهترین وظیفه‌ش است پاکی از خودش، رفتن و شفتن و چیندن این وظیفه زن است. از بعض زنها بار میکنه دلت میموند، بعض خانه میدونه تماما چیرک، تماما جواب نمیتید. ای خدای تعالی صدای من میشنه زنکت کرده. ای گفت این که گفت خود تا گفت انشاءالله خانه را پاک دار و گفت خود تا نزد شوهر زیبا کن. پیشی گفت شوهرت لباس های بهترین پوش. تا آمدن شوهر تا یگان لباس های کند که کار کن. وقتی آمد شوهرت کشید یعنی لباسات تغییر ته بهترین لباس برای شوهرت پوش. امروز افسوس که زیباگی زنها در کوچه امروز یا نمی یگان توی رود، یگان بازار رود، یگان مرکه رود 3 ساعت در پیش آینک میستد، لیکن یک بار برای شوهرش خودش زیبا نمیکنه، یک بار برای شوهرش لباس تغییر نمیتیه. این حقیقت نباشه زن تا خود سوال داده بین من زنی خود بین. هر یک زن داری خدا خط باید زن زیباگیش برای چی است؟ شوهرش است عزیزانی من. تا اینکه شوهر راهی بد نرود، راهی فساد پیش نگیرد عزیزانی من. این سبب باعث زنا همش از شوهراش و زنهاش سیر نیستن، از زنهاش خدا خود معامله خوب نمیبینن، زنها همش دغل شد برفت. سبب برای چیه؟ چون که از خدا و رسول دورن، از حدیثهای پیغمبری بزرگوار دورن، از حیات محمد به همسراش که زندگی کرد دور هستند. امروز تماما تغییرات یافتن یا نمی امروز تمام تغییر گرفتن عزیزانی من. گفت خود تا برای شوهر زیبا که گفت بهترین لباس ها را پوش گفت. این بینی گفت برای بوی کردن است، خانه را چنان زیبا که همسر شوهرت گفت از بوی دگل خانه دلگیر نشود. من عطر زدن سنت عزیزانی من. پیغمبر بزرگتم من زی دنیا دوست دارم 3 چیز: عطر و نماز و زنهای با تمیز. من گفت ای دنیا شما 3 چیز دوست می‌دارم، یک تاش عطر زدن. دخترم گفت هر روز گفت خانت خوشبوی کن، خانت عطرهای خوب زن خدا خواهد تا که شوهرت از بوی خوش راحت کند عزیزانی من. خودت عطر زده گرد. حالا جوانه یک عرضه داشتین هر زنی من خودش آرا نمیته، تو خودت آرا نمیتی، تو خودت پیش زنت آرا داده ساده سنت های. عطر زده خدا خواهد لباس های خوب پوشیده انشاءالله پیش شوهر زن تو نشیشتن سنت های. خودت نمیکنی با عرضی گجا میکنی. بعد اگر خودت کنی آیسته آیسته زنت میکنه، اگر جدا نمیکنی باشه آیسته آیسته میگویش میفهمونیش. زنک این لباس برای شاکار است، این لباست برای چای است، این لباست برای افقات است، این لباست برای خورویت است. نمیکنی یکی بعد عرضه میکنی خدا خواهد انشاءالله. خودت رفتار گفتار خوب نه، کدامت کنی شو پوشک چیزا داری. من دکا باشم با من چپون پپون نگرونی، اقل یکم چپون دب کشی نه. مدنیت کلتور در اسلام های عزیزانی من. مدنیت ساز ما و شما هستیم. من و شما مدنیت میسازی. کی میسازه مدنیت؟ تو خدا عقل داد، ذهن داد، فراست داد. باید که انشاءالله خدا خواهد زیب و زینتی خدا خواهد خودتا همسر آیسته آیسته زیب و زینت میتیه، آیسته آیسته حیات شیرین میشه انشاءالله خدا خواهد. اگر ما و شما چی لفظ شیرین داشته باشیم. ما و شما هم لفظ شیرین نداریم نسبت زنام و امروز دگر هم خدا خواهد انشاءالله. زمان هم تمشا انگر در رنگ میگیره و هم سک دیده میگه بیام گروبیگی خوب بده، اینم گروبیگی میفوره. اگر خود لوز و شیرین باشه، معاملات خوب باشه، انشاءالله و هم خوب میشود. گفت همیشه گفت خانتا پاک دار، همیشه خانتا گفت چیکار کن آزاده نگه دار. عزیزانی من انشاءالله خدا خواهد
این تعلیمات ها را همه انشاءالله کنیم. میدانی گفت یک چیز دخترم گفت هرگز خبرکش نشو، هرگز گفت خانه را گفت معامله سیر شه با کوچه نبرار گفت. امروز تمام حیات ویروم کرستگی همین دخترای خبرکشی است. این خانه برو اپش نخورده ساده است، اپش بیناس تیز کرده ساده است، آخر بعد جنگ و جنجال غربت سر شده است. هرگز خبرکش نشو گفت دخترم. خودت از خبرکشی نگه دار عزیزان من، چون که خبرکشی عاقبت ویران میکند حیاته. دویم گفت سیر شوهرت نبرار گفت، سیر خانه که زندگی میکنی گفت یگان جان در نگوش. امروز همه سیر خدا خود ای چی میشنوی ای رئیسا میشنوی. رفته ناموس نکرد حیات چه گفته دادست است. در زندگی همه چیز میشد عزیزان من. شما امروز دوری سری پری خدا شکر جای شد که خدا خواهد 20 سال پیش ما نانی جو خوردگی جا ما است. من اینجا بزرگا میدونم نانی جو خدا خواهد نه مستقلیت نه 5 سال 6 سال همین خلقاتی شد. عذاب کشیدیم، هوای نم صبر کردن مادرها، هوای نم صبر کردن پدرها. از ظاهر اخیره دندانی همه برفت، از ظاهر اخیره آدم ها خدا خواهد میده سخت شد، لیکن صبر کردن طاقت کردن. جناب سابق پرزیدنت اسلام کریم یک گپ میگفت انشاءالله زندگی در پیش صبر کنه بچه‌ام، صبر کنه همش نقد نشه. الحمدلله بعد 5 سال بعد با الله سبحانه و تعالی نور شمن بارون انشاءالله خدا خواهد. بگو دخترم گاه میشه آش میخری، گاه میشه شوله میخری، گاه میشه گیش نمیمونیم، گاه ها میشه تش نمیمونیم. همش نه صبر میکنی بعد حیات میشه، بعد زندگی خوب میشه. الا زندگی خوب نمیشه عزیزانی من. اگر من برای شما دوره پیغمبر بیارم، دوره پیغمبر سلسله همین خلقاتی بود که عایشه مادرمو میگه گاه ها هفته ها بود میگه یعنی دیگ مروغه نمیدید، گاه ها هفته ها بود میگه نان نمیدیدیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای گشنگی در شکم مبارک سنگ بسته میگشت، یک سنگ در شکمش بستگی میگشت که مردم نفهمن که محمد گشنه است. هفته ها 1 2 3 خرما میافتن خلاص. همین دم صبر کردن طاقت کردن عزیزانی من. این زندگی همه خیلی است، زندگی به کمبودی نیست، زندگی کمبودش بسیار است. برای همین دخترات انشاءالله خوب نصیحت کن، خوب بگوش انشاءالله خدا خواهد رای خوب گیرن، رای نیک گیرن، صبر کنن، طاقت کنن، انشاءالله غلبه میکنن. در کوش نشو برفته. بعضی خسرا رفته در حیات دختراش لیزید کرده دورمده حیات ویروم دارن به یگان پرسجو ندارا. حالی میگن که مابین زن و شوهر من ندارا که میگه شرمنده بشوی و یا میشوند زن و شو تو میشوی کلی مرده شو. یاد نبرار کسی که مابین زن و شوهر نمیدونای خطا میکنی عزیز من. چندیناش ما دیدیم وقتی که جدا شما میگن من شوم نقض ببینم با همون قدر کار و بارا میکنن آخر عاقبت با یک جایه میشون. یک جان در 2 زن و شوهر با که جنگ کردن مابین یک 13 تا آدم شده دادنی خدا خواهد جامعه هر گپای بچه زده است، هر گپی دختر زده است. من از جام خیست و من بس کردم راز با چکی من. شما زنشون نمیشه هیچ جا چی نمونده است. تمام گپ اورم برون گفته پردافتیان هیچ جا نمونده. اپای وی کیه اپاش چی گناه کرده اتاش چی گناه کرده این اتاش چی گناه کرده. ما دم شرمندگی خلاص این حیات نیست. گفتم لوچه جدا شد دیگه زندگی کنه. با بعد 1 هفته با هردش یک تا شد. آدم بچه اینجا به ناموس گفتم یک وجدان داری تو بچه با کدام رود کتی با خونه ویا رفتی این گپ کار زدی گپ دروغ و چی بافتار زدی ویا را خجالت کردی اگه با دیده میرهی گفت آخه زن من ناز نبینم آخه تو بدبخت گفتم ناز بینی آخه چی قدر سیر و اسراری و در بین مردم جامعه پاش کردی. من یک سه برای جوانا میگم عزیزی من اگر مبادا جدا شویم اگه زدک نیست
ای بیو دختره که کوچه با کوچه کود دستارخون نکه به نامس، یا دختره که جدا شدی خدا خواهد اکن خدا خواهد صبر که طاقت که امروز مبادا بچه ها دیگه خانه برا رفته و ایره زده ساده دست نمیگیری ویا، یا که بچه ها خدا خواهد دختران دا بهای باید داده الله سبحانه و تعالی ای پوش ای ستار ای. من اما بعض حکایه ها را عمومی کرده میگم، یا نامش نگیفتستیم کو فلان چی پیستان چی یا فلان جان فلان ادرس نگفتستیم کو، لیکن حقیقت های من برای آبرو نمیگم این چیزا، من الله میترسم، من آبرو بیزار هستم، من هم دروغ بیزار هستم، این حقیقت های من با چشمم دیدم با گوشم شنیدگی چیز من میگم که واقع شده است با بعد یک هفته با آیده برپا کرده ساده با شرمندگی این کارا نکن مردک باشی خدا خواهد جدا شدیم امروز با یک مردا هنر یاد گرفته زنک جوابش نمیداده، زنک جوابش نمیداده تا مردن تا تک مسی، این ظلم نیست. مبادا اگر گناه کردم اونه رای بد بره قیامت نه جواب میتی، جواب شبته راست جدا شدیم این نفاریدید من یک تشکم شاه خدا خواهد 10 تا شرط نیست 20 تا شرط نیست، یک تا در راه خدا یک تا کردم گفت تمام مون هم ریسا شیوه مون هم زندگی شبیه آخر رای بعد رفته ساده جواب میتی پیشی الله هم ده تو نمیفاره خدا خواهد دختری خونه گیری، تو نمیفاره خدا خواهد گجا بگجا زن گیری، برای چی من دخترها خور میکنی پیش الله اونو ظلم کنی ظلم میکشی خدا خواهد انشاءالله. راست جدا شدیمی جواب شبت برا حیات شبره، راست در تقدیر جدایی باشد این کارا نه که بیچاره روه ظلم کرده و من سرت نمیتیم چندین بعد دخترها سرسون و سرگردون گشتیم نیکی آخر و یک سال مثل 2 سال مثل مجبور رای گناه میره یا که شوهر کرده میره در گردن دمو گناه نیسته میشه یاد نبرا پیش خدا در جواب بدی این کارا نه خدا خواهد مردک باشی انشاءالله خدا خواهد. همین مسئله امروز دال ضربه امروز انشاءالله خدا خواهد، یا که در او جنجال کردید طلاق پیشکش نکن ای خدا بترس.